سلام و درود، چطورید؟ برای بچه مدیایسکست ما به یه ویدیو جدید خوش اومد. آقا تو این ویدیو اومدم یک کاستوم تک به تک برم با یکی از یوتیوبرهای قدیمی فری فایر که از چیترهای زمان خودش. بچه ها اسمش دیجوکس هست، خیلی یوتیوبر قدری بود اون تایم، یادمه کلا گیم پلی آپلود میکرد و خب یوتیوبش هم رفت بالا 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 بالا، رسید به 1 میلیون این چیزا. سنش بالاست بچه ها، رسید به 1 میلیون این چیزا دیگه. گیم رو پاکش کرد، اومد یوتیوبش رو فروخت رفت. ولی بعد این مدت برگشت که الان مثلا جدیدنه اومد گفت بریم گیم بزنیم و فلان و اینا دیگه. خلاصه رفتیم یه کاستوم تک به تک، اومدیم یه کلی انداختیم رفتیم یه کاستوم تک به تک. کاستوم رو رفتیم بچه‌ها، دیدم خیلی رکوردش خوب در من، هدای خوشگلی اون زد. اصلا یه هدایی به من میزنه اصلا قایم میکنید انصافا. بعد میزد مثلا تا میرسیدم یه تق میزد تو سرم. خیلی کاستوم جنجالی شده. الان نشونتون میدم، از رو ویو براتون ریاکت میدم. خیلی واقعا اصلا عجیبت میخورد. حتی تیرای من داشتم SMG پلی میدادم فول قرمز میزدم، شده بودم با چیترا. بیاید گوتو ببینید بازیش، گوت میدی هایسکا ببینید بازیش چطوره. آقا لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید حتما. خیلی دوستتون دارم بچه‌ها. صدا فکر کنم کم میومد، اشکال ندارم، حالا هرچی. خلاصه لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم، دمتون گرم. بریم سراغ این ویدیوی زیبا. خب دوستان، همونطور که میبینید اومدیم سراغ بازی. این داداشتون بچه چه اون شب من استرس داشتم زدیم بازی. این ران چیز بود، من اومدم رانده اول یکم مارمولک بازی دارم میآوردم که مثلا بزنم این سریعتر. اینجا بچه من یخ نخریده بودم، حواسم نبود. راندار خود کاستوم رو خواهی کرده بود، از این کاستوم داده بود که چیزن کاستومایی که مثلا خودش پله به پله میره سکه بهت میده، بی نهایت نزده بود. راند یک زدم شما هرچی هم دنس بود روش خالی کردیم. خلاصه اینجا من این راند خیلی خوب زدمش چون یخ و این چیزا هم نداشتم، ولی با این حال یه چند تا هد بد به هم میزنه. الان خودتون ببینید میشه ایمپاسیبل، اصلا هدان از یه جوری میزد اصلا من خیلی میشه جوری بود بچه من شو نمیدادم تو روش. من حالا میدون من به طرز باخت رفت. آقا داشتم میگفتم تک تک پلیر باشی برات راحت بازی رو جمع کنی اگه مغز داشته باشی. مغز مهمتره. خلاصه بچه حالا اینو بریم سراغ بازی. هم بکنید داداشتون همینجور من داشتم من کلا سبک بازی تو کاستومای تک به تک اینه، فقط راش میدم. خب یا راش با یخ میدم که طرف نتونه مثلا اعلام کنه بزنتم. دائم میرم تو دهن طرف، دهن انمی. این که بری از دور خط بگیری یا اینو فلان کنی فایده نداره. باید دائما بری تو دهن طرف تا طرف بخش نکنه اصلا بزنته. یه بچه سرعت هم خداییش رو پیسی خوب شد. تقریبا الان میکنم 3 ماه یا 2 ماه و نیم باشه که رفتم رو پیسی، ولی خب دیگه اوف اینجا بچه منو ازن دیزرتی که زد یعنی دیگه داشتم میسوختم، گفتم وای بازیه رو باختم. ولی خب در ادامه خب برا بچه آقا ما اینجا رفتیم سراغ راند و خیلی دیزرت بعدی خوردم راند. اصلا اینجا میخواستم بزنم دیزرت هم نخور، خواستم مارمولک بازی در بیارم که مثلا بس خیلی من دیدم جر میخوردم و خنده و بازی میکردم. این چند تا راندای بالاترش که دیگه من اصلا فکر کنم اینجا همون هد بدر رو اینجا میخورم. فقط نگاه کن اصلا من نفهمیدم این از کجا. بچه این دیجوکس خیلی بیکاپ پلیرهای گنگ زمانه خودش بود. من چون ویدیوها رو کات میکنم قسمت فروشگاه که تایم ویدیو زیاد نشه حرفامو نسوان میگم. خلاصه بچه دیجوکس نیست بچه، اینا هم رفیقای هم دیگه بودن اون تایم، برای همین یکی جسمشو گذاشته دیجکس و یکی جسمشو گذاشته دیجوکس. بچه دیجوکس یکی پلیرهای گند زمان به حاجی به خودم اینجا چه عید خوشگلی با امپی زدم. از این ران دیگه داداشون امپی رو ول نکرد، گلن چسبیده بودم به امپی، فقط امپی میزدم. خلاصه آقا داشتم میگفتم به دیجوکس یکی از پلیرهای خوب اون زمان بود که یوتیوبرها چنل هاشون رو میدادن دستش که بره رکورد براشون کنه. دیجوکس رکورد میکرد، ما دیگه بهش میگفتیم جوکس دیگه، خلاصش میکرد گیم پلی رکورد میکرد براشون آپلود میکرد تو چنل یوتیوبشون، هم تو چنل ترای هارد خیلی ویدیو بازی میکرد، هم دیجکسو و خب دیگه محبت دیگه بچه منو گذاشت. دید
بابا خیلی سرعت بازیش بالاست، اسکوپ تیر میکنم نمیتونم. قرار بود بهم یه رجلیتی هم بده دیگه. قرار بود یه رجلیتی هم بهمون بده دیجاکس که بابا پیامش قرار بود بدم که یادم رفت، ولی خب الان که یادم اومد ببینم بهش پیام میدن یه رجلیت خوب بدی داداشت. بابا گاراژ لفیقات رفتم اصلا تیرام هد نمیخوره، فقط دسینگ میتونم پلی بدم و دبل رجلیت خوب بگیرم و دیزف بزنم. خستش میاد. اون لذتی که وان شات داره به آدم میده رو هیچی نمیده، ولی خب هد اسنایپ هم خیلی کلیفیده. هد اسنایپ هم ایمپاسیبلی زدم بچه‌ها. استارت این استار یه مدت بگیرم بگیری کلی از این ایمپاسیبل های ای دبل میخوام براتون بزنم، مثلا لاکچری براتون بذارم داخل این است عشق کنم. یه ایمپاسیبل های من میزن ببینید بچه من دائما تو راشم، اصلا نمیذارم طرف یک لحظه ببینتم، یک لحظه قفلتیشه منو ببینه که مثلا بیاد بزند. کلا سبک بازی میگیری به زودی با بیوتی من نه فقط رو پیسی، کلا این چجوری بهتون بدم کاستوم تک به تک باید همچین هوش و ذکاوتی داشته. ما خیلی از پلیرهای داخلیمون با اکثرا پی سی پلیرها کلا اینجوریه بازی تا باید با خط بزنن، یعنی مثلا یخو که میکارن یکم ازش فاصله میگیرن تیر میزنن یا مثلا تو فضای باز شو میدن بزنن. کلا اکثریت اینجوری پلی میدن. اینکه یکی راش بزنه اینجا خیلی بد منو زد نفهمم از کجا خوردم دستم پریدا، ولی خب امدهش نیستی از کجا زد اصلا یه جای نامفهوم زد. فکر کنم این راند بچه خوشگل بزنم، نگاه کنید اینجا. فکر کنم این راند با من میترسیدم بیام بیرون، تا میومدم بیرون به خدا هدم میرم. شاید الان بگید وای طرف ازم شما نمیده فلان نمیکنی، ولی خب نمیشه برادر من. شما اگه جای من بودی با یک لحظه میبینید اصلا خیلی سرعت بازی دارن تو نمیتونی این مردم نمیکشه بکنم همین. آره این راندو بعد شما خیلی خوشگل میزنم نگاه کنید فول قرمز میزنم پیو. اینجا دیگه اعصابم خورد شد نمیداشت بزنم، هم من نمیذاشم اون بزنم هم به نازم مهدی هایس کنش بزن یه هدی بهی زدم بره و یاد دیگه. عشق کردید انصافا هدی که رانده قبل زدم. ما اصلا از این هدای نگم براتون بود بچه داشتم میگفتم آقا ما قدیم اکانت ویدیو داشتیم خیلی با این دیجوکس و اینا پلی میدادیم، چون اکانت اصلا داشت خریده بودم خیلی پلی میدادم. همین 8 ماه رفیقا اینا بودن کلا دیگه با هم بسلن و یکیش اینجا با اینجا تو دوری هم یه هد خوشگل و امپی زدم بهش وای وای. آقا احسن مدیا اسکار داشت قوقا میکرد خدایی. من اینجا خیلی جلو بودم و کامبک زد گل دیجوکس. فکر کنم راندور خیلی پوی سر هم گرفت با اینجا هم این دوتا هد خوب زدم. آخرش خیلی عصبانی شد اومد دیگه گفت چرا داری امپی میزنی اینا وان تپ بزن و نمیشه. بهش گفتم سنس من به درد وان تپ نمیخورد، چون من سنسی که تا میدونی لامسته و پیسی یه جوری که شما باید یه سنستون کند باشید که باید سرعتی پلی کنید. از کند پلی دادن بدم میاد نمیتونم یه جا وایسم. اینا که وان تپ میزنن و اکثریت باید ثابت باشن تیر بزنن، نمیتونن در حرکت باشن تیر بزنن. نمیتونم چی نیمی ندارم نمیکشیم تن دوست دارم دوامن تو حرکت باشم بزنم. اینجا یه خوشگل زدم بزن نگم براتون بچه. پرچم رو دارم میبرم بالا. چیکار میکنه این داداشتون مهدی هایسکا؟ خلاصه داشتم میگفتم بچه اصلا اینقدر خاطره هست من بین خاطره هایی که دارم گیج میگم نمیدونم مثلا گیم رو توضیح بدیم خاطره براتون بگم نامصد گیمه های پیر شدم بو چی زدم با بچه. این رانده اصلا یکی از اون رانده خفم اصلا یادم نبودیم یه جوری زدم بچه. اصلا رانده قبل یکی از این رانده بوم بود خیلی بد زدمش. یعنی من اصلا نگم براتون فکر کنم از این راندا دیگه بعد داداشتون رو زد نمیدونم، ولی خب نزدیک بودیم به همین راندا که بچه من اینجا پا گرفته واو چی زد ناموس زد چی زد دیگه دست خوش عشق کردم جوری ها. وقتی شما میدی پاپ تو سرت میزن ازم وقت نمیکنی تو
فکر کنی بخوای فایتی بدی یا چیز دیگه ای. بچه اینجا رفتیم اونجا اومد با اینجا گفتم اینجا بچه من این رانده یخ نداشتم، این رانده یادم رفت یخ بخرم و خب هر کاری که رفتم اونجا ببینم دراب نبود که دیگه رفتم فایت تک به تک بدم مثل مرد هرچند داری اینجا بهش میگفتم دیگه فایت بده بزن. بچه خیلی من برای دیجکس دلم تنگ شده بود، رفته بود اصلا گیم بود شد که 29 سالشه بچه هم نره زن. اینجا بهش گفتم فایت بدیم اینجا دیگه. آره اینجا گفتم فایت بدیم داداشتون بدون آیس بده بده برازیلیانو اسپانیانو بیو بچه من خیلی خدایی تلاش کردم بزنم بدون یخ لاماصب من نمیشه که من بدم دانم این زد پس دادای تتون زد که دیگه داشتیم، یعنی هم چجور بهتون میگم رفتم که فقط این انتقام سخت رو تموم شد. قدیما خیلی پس مثل من این دیجاکس میزه اصلا من نمیتونستم راه برم جلوش، الان که اومدم رو پیسی بعد اینجا من گفتم مردم اینجا ریده بودم رو خودم گفتم آخه که کامبک زد و دیگه تمام شد رفت گرفت گفتم این اگه بره دیگه بر نمیگرده. خیلی بد استرس گرفته این تندون اسپید میزنیم و دوست دارم اینجا بگاه اسپید زدم اینجا بود آره ها همینجا اینجا فکرم نمیدونم من صدای اسپید میشیدم میریدم تو خودم گفتم هر جایی که اسپید میومد من گفتم مردم. خیلی سرعتش هم سرعتش بالا بود هم پیراش خیلی میخورد. دیجاکس پنل نیست خودش پنل میسازه همه کاری میکنه پنل ها رو هم میشناسه. دیجاکس هر کیو میگه پنله من قبولش دارم چون دیدید ناموزن چی زد یو ام پی زد وود زد اصلا من محو شدم. گشت راند طلایی بازی یعنی کی میزنه مهدی آیسکا میزنه یا مستر دیجاکس بچه ها اصلا این یکی از اون رانده اساس خطرناک بود میخواستم سریع تموم کنم بره این قدرت رو به دست بگیرم برم پوزش رو بدم بچه بعد بازی من خیلی بود اینجا نمورد ناموزن رفت تو سر خودم میزدم اون لحظه. بچه من این رکوردر یکی دو روز پیش انجام داده بودم الان یادم نمیاد قسمت رو که مثلا الان فکر کنید من از قبل حفظم الان مثلا میبینم خودم پشمام میریزه که من داشتم اینجوری بازی میکردم. و بچه یه چیز دیگه که هست من اصلا خیلی تلاش کردم موقع رکورد نمیتونم درست کنم خب برای همین چون بخوام میرم تو سیستم کلمو میکنم تو چون سیستم که اینجا نمیدونم کجا اینجا فکرم فرار کردم آخره زوم زدم دیجاکسو نمیدونم ولی خب اینجا فقط استرس داشتم گفتم پس مثلا سریع میزنم تا تونستم اینجا تا تونستم فرار کردم اینجا از شب میاد داره اینجا یادمه اینجا از شب میاد تا تونستم فرار کردم. میتونم دوست داشتم توی سایدی باشم که منو نزنه چون اینم داشت راش میداد دید سبک بازی من راشه نمیتونم مثلا عقب بایستم اینم راش میداد بچه اینجا وستش خوردم یه هده بعدم بهم زد اینجا فقط داشتم فرارم که فکرم اینجا بود اینجا پریدم یه هده خوشی بله بنگ اصلا نگم برات حتم داری کردم یا خوشتون اومد یا نه یک کف مرتب برای مهدی آیسکا بزنید که این افتخار نصیبش شد. این چپه زیاد جون نداره ولی یه فیگور براتون بگیرم الان بچه‌ها میبینید من یکم لشم و به خاطر صندلی است چون صندلیه رو من دادم بالا اینجوری ام الان میدونید اینجوری صاف نیستم اینجوری اگه بخوام صاف باشم اینجوریه خب چونشو دادم برای که ریلکس بشینم رو صندلیه وگرنه داداشتون رو فرم ماسل همه چی اوکی فیگور که میدونید دیگه خودتون. بچه دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با ما بودید تک تک کسایی که ما رو حمایت میکنن ویدیو قبلی خدای ترکون دید دمتون گرم خیلی عشق اصلا حال کردم. یه مدت از ویدیو بعضی از ویدیوها ویوش واقعا راضی نبودم ویدیوهایی هم بودن که به درخواست خودتون بود مثلا آموزش ویکی بود آموزش فیسبوک بود اینا دم ویو زیاد نخورم اصلا روحیم پوکیده بود ویدیو قبل که خدای ترکون دید دمتون گرم خوب ویو خورد اصلا انگیزه گرفتم مثلا روحیه گرفتم گفتم بذار برم برای بچه‌ها ویدیو بگیرم بترکونم. دمتون گرم خدای مرسی که تا آخر تا اینجا با ما بودین پشت داداشی هستین لایک کنید کامنت بذارید سابسکرایب کنید
زنگوله رو بغلش بزنید که من ویدیو رو میذارم زودتر از همه خودتون برید ببینید و خب حمایت های لازم کنید. دوستتون دارم. ماچ به کله همتون. بدرود.